این خبر رو توجه کنید. سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفته مالکانی که سهمیه سوخت خودروهای خود را به قصد انتفاع در اختیار دیگران قرار دهند و این سهمیه را به نرخ بالاتر ارائه کنند و ما به تفاوت بگیرند مجازات می شوند. البته این موضوع به جایگاه ارتباطی ندارد، اما پس از رصد تراکنش‌های سوختگیری و شناسایی، مالک کارت سوخت به تعزیرات احضار خواهد شد و جریمه‌های سنگین. اگه دسترسی داریم به تراکنش‌های سوختگیری و میتونین شناسایی کنین، چرا جلو قاچاق سوخت رو نمیتونین بگیرین؟ اگه سامانه‌ای هست که مشخص میکنه کی مثلا 100 لیتر بنزین اضافه داشته اون رو رفته فروخته، اینا رو میتونین پیدا بکنین. ولی 21 میلیون لیتر ذخایر سوختی که در بندر کلاهی شهرستان مینا به هرمزگان پیدا کردن رو تا جایی که هنوز این مخزن‌ها پر نشده بود پیدا نکرده بودین. این همه سوختی که غیر از پمپ بنزین از کجا میتونه کشیده شده باشه؟ ولی دست پیدا میکنن البته به لوله هایی که هست. اگه میشه تراکنش‌های سوختگیری رو بررسی کرد و رصد انجام داد، خیلی عجیبه که نمیشه جلوی قاچاق بی‌رویه سوخت در کشور رو گرفت. نکته اینه که باید اینجور چیزا رو پیگیری کرد، نه حالا چیزا مثلا تخلفات جزئی، مثلا 100 لیتر بنزین فروخت 3 تومن نفروخته، فروخته 3500، اونم کار اشتباهیه. ولی حالا یه 100 لیتر بوده تو کارت سوخت خودش بوده دیگه، 3 تومن مثلا چقدر مگه بالاتر میتونه بفروشه؟ مثلا 1500 بوده فروخته 3 تومن، بگیم 2 برابر. ولی قاچاق بی‌رویه سوختی که این همه اخبار داره در موردش میاد، من الان خدمت شما بگم رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک امپراتوری بزرگ مافیای سوخت تیتر زدن رسانه ها در یک روستای دورافتاده جنوبی ایران در بندر کلاهی در شهرستان مینا و گفته شده که 21 میلیون لیتر مخزن سوخت قاچاق اونجا پیدا کردن. خیلی عدد عجیب و غریب و بزرگیه. این یکی از تازه این یک قسمت این برای هرمزگانه. ببینین در سمت‌های دیگر چقدر داره سوخت از این کشور قاچاق میشه و به بیرون از کشور برده میشه، اما جلوش گرفته نمیشه. بعد ما میگیم که بله ما الان رصد بکنیم ببینیم یکی کارت سوختش رو رفته فروخته، بلافاصله معرفی میشه به تعزیرات، جریمه هم خواهد